هر کسی که در زندگی دچار بحران شده، دچار مصیبت شده، دچار نگرانی شده، دچار اضطراب شده، دچار مشکلی شده، رزقش مشکلات پیدا کرده، شرایط اقتصادیش دچار بحران است، سختی های زندگی روز به روز بیشتر و بیشتر میشه، حلقه مشکلات از هر لحظه تنگتر و تنگتر و تنگتر میشه، انسان کم آورده، نمیدونه که چی کار بکنه، راه حلش اینجاست. بیا اینو تجربه کن. بیا کلید مشکل تو اینجاست. بیا کلید تمام مصیبت ها و سختی های تو اینجاست. و من یتق الله یجعل له مخرجا. هر کسی که تقوای الله متعال رو پیشه کنه، الله متعال برای او راه برون رفت از مشکلات رو نشان خواهد داد. تقوا پیشه کن، اطاعت از دستورات الله متعال و پرهیز از آنچه که الله متعال تو را از اون نهی کرده سبب میشه تا تو الله متعال درهای رحمت رو به سمت تو باز میکنه، راه برون رفت از مشکلات رو برای تو باز میکنه. این حلال مشکلات است، تقوا. این کلید مشکلات است، تقوا. و من یتق الله یجعل له مخرجا. هر کسی که تقوای الهی رو پیشه میکنه، الله متعال برای او راه برون رفت رو نشان میده. از جای مشکل تو رو حل میکنه که اصلا نمیتونی تصور بکنی. و یرزقه من حیث لا یحتسب. اون رو رزق میده از جایی که هیچ گمانشو نمیکنه. هر کسی که تقوای الهی رو پیشه بکنه، هر کسی که با الله متعال رابطه خودش رو خوب بکنه، الله متعال و یرزقه من حیث لا یحتسب یجعل له مخرجا. هر جایی که به مشکل خوردی، هر جایی که به بنبست رسیدی، هر جایی که احساس میکنی دیگه همه عاجز موندن از حل مشکل تو، اگر بیماری در بستر بیماری داری، اگر بحران اقتصادی داری، اگر مشکل روحی داری، اگر مشکل تحصیلی داری، اگر دچار صاحب فرزند نمیشی، اگر هر چی که میخوای تصور بکنی، هر مشکلی رو که تو برای من پیشنهاد بکنی، بگی این مشکل رو دارم، من میگم راه حلش اینه. و من یتق الله یجعل له مخرجا. بیا امتحان کن، بیا این رو هم امتحان کن. چه ضرری میکنی؟ 200 بد کردی و دیدی ثمرش را، نیکی چه بدی داشت یک بار نکردی. این رو هم امتحان کن، این راه حل رو هم پیش کن. و من یتق الله یجعل له مخرجا. برای تو راه برون رفت از مشکل رو ایجاد خواهد کرد. به والله اگر آسمان به زمین بچسبد، الله متعال برای نجات متقیان سوراخ‌هایی در این آسمان ایجاد خواهد کرد که از اون خارج بشن و اونها رو نجات خواهد داد. و من یتق الله یجعل له مخرجا. هرگز انسان متقی امکان نداره که در مصیبت ها تنها بماند. الله متعال او رو نجات خواهد داد. یجعل له مخرجا. بلو این که مانند یوسف علیه السلام پشت 7 در بسته متوالی باشی و درها قفل باشه، تو تقوای الهی پیشه کن. به خاطر الله تعالی بگو معاذ الله، من به الله تعالی پناه میبرم، و بزن به در بسته، درهای بسته هم به سوی تو باز خواهد شد. و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. از جایی به تو رزق خواهد داد که اصلا در گمان تو نیست، اصلا در تمام احتمالاتی که تو می نوشتی پیش روی خودت میگذاشتی، این یکی رو نمیتونستی در احتمالت داخل بکنی، این یکی رو نمیتونستی تصور بکنی. اما الله متعال تو رو از جای رزق خواهد داد که خودت متحیر ماندی. از کجا آمد؟ مشکلاتی هست، سختی هایی هست، مصیبت هایی هست. از جای یک دفعه مشکلی حل میشه که انسان در متحیر میمونه، انسان عاجز میمونه که چطور توجیه بکنه این کار رو. دوباره یک حکایت دیگر. و من یتق الله یجعل له من امره یسرا. هر کسی که تقوای الله متعال پیشه کنه، کارهای سخت او رو آسان خواهد کرد. اگر کار تو سخت شده، اگر در زندگی خودت به سختی خوردی، و من یتق الله یجعل له من امره یسرا. هر کسی که تقوای الهی پیشه کنه، الله تعالی برای او آسانی می آورد. تقوا تقوا تقوا. و من یتق الله یجعل له مخرجا و من یرزقه من حیث لا یحتسب. و اینجا فرمود و من یتق الله یجعل له من امره یسرا. هر کسی که تقوا پیشه کنه کارهاش آسان میشه. اگر میخوای کارها در زندگی تو آسان بشه، رابطه خودت رو با الله متعال که خالق کارهاست و آسمان و زمین خوب کن. و من یتق الله یکفر عنه سیئاته. و هر کسی که تقوا پیشه کند، الله تعالی تمام گناهان او را خواهد بخشید و یعظم له اجرا. و اجر و پاداش او را عظیم میگرداند و اجر و پاداش عظیمی در انتظار اوست که جنت الفردوس است. یک خواسته و پاداش های مختلف. تقوا. و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. و من یتق الله یجعل له من امره یسرا. و من یتق الله یکفر عنه سیئاته و یعظم له اجرا. یک شرط و پاداش های مختلف. بخشیدن گناهان، پاداش عظیم،
آسان کردن کارها، راه برون رفت از مشکلات، رزق و روزی از جایی که انسان گمانش رو نمیکنه و ده ها وعده دیگر که آیات دیگر در قرآن کریم درباره تقوا است. اینها همه نشان از این داره که تا رابطه خودت رو با الله متعال خوب نکنی، انتظار خوبی نداشته باش. تو به سمت الله متعال پیش بیا و الله متعال ببین که چگونه مشکلاتت رو حل خواهد کرد. این حلال مشکلات است. کلید تمام مشکلات تقوای الهی است. اطاعت کن از دستورات الله متعال و پرهیز کن از آن چه الله متعال تو را از آن منع کرده تا در دنیای خودت تحول ببینی، تا در زندگی خودت تحول ببینی، تا ببینی که چطور الله متعال سر نعمت های خود رو، زندگی تو رو پر از نعمت خواهد کرد. خوشبخت و سعادتمند خواهی شد.